ای خالقی که خدایی را سزایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی، به عزت و جلال خود و به عظمت و جمال خود که دل ما را ضیاء خود ده و قلب ما را صفای خود ده و ما را آن ده که آن به و مگذار ما را بکه و مه. یا رب دل ما را تو به رحمت جان ده، درد همه را به صابری درمان ده. این بنده نداند که چی می باید خواست، داننده تویی هر آنچه خواهی آن ده. خدای قادر سبحان رو بی نهایت سپاسگزارم از این که این توفیق رو به بنده حقیر عنایت فرمود تا بتونیم در چنین شبی مبارک، در چنین محفل خجسته و مبارکی در محضر شما بزرگواران قرار بگیریم. امیدواریم که خدای سبحان به بنده و به همه عزیزان و شنوندگان عزیز توفیق استقامت در راه دین، خدمت برای اعلای کلمت الله و توفیق و عبادت و طاعت در تمامی لحظات زندگی رو عنایت بفرماید. قبل از هر چیز عرض معذرت و پوزش دارم خدمت استاد همه من و شما، عالم بدعت شکن منطقه زورآباد، کسی که جوانی خودش رو برای که ما جوان بشیم از دست داد. حضرت مولانا عبدالغفور حفظه الله که با وجود خستگی و بیماری و پیری باز هم رنج سفر رو متقبل شدن و بر ما منت نهادن و در این جلسه حضور دارند و صحبت کردن در حضور ایشون گستاخی است. ما قطعاً و بدون تردید شاگرد این بزرگوار و همه علمای بزرگواری که برای شما مردم زحمت کشیدن هستیم و عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت سه تا داماد بزرگوار، جناب آقای حافظ یعقوب چشم خاور، آقای حسن بهرمنیان و آقای محمد چشم خاور و خانواده‌های محترم عروس خانم ها که چون این مجلسی رو تدارک دیدن، زحمت کشیدن و امشب خدا و رسول رو راضی کردن. خدای عزوجل رو همین ابتدا خواهانیم که به این بزرگواران و به این 6 زوج جوان که زندگی خودشون رو با کلام خدا آغاز کردند، الله ذوالجلال برکت، رحمت، غفران و فیوزات خودش رو نصیب این خانواده ها و همه جوانان بگرداند. برای بسیاری شاید مراسم عروسی اسلامی چیز جدیدی باشد و قبلا چیزی واژه‌ای به نام عروسی اسلامی نشنیده باشند. خب حق دارند، ولی من میگم ما مسلمانان نباید واژه‌ای به نام عروسی غیر اسلامی شنیده باشیم. آخه مگه ممکنه جوان مسلمان عروسی غیر اسلامی بگیره؟ چطور شده ما عروسی اسلامی برای ما یه جوری است؟ میگه آقا عروسی اسلامی دیگه چیه؟ میخندن، تمسخر میکنن. به بعضی این عروسی هایی که ما رفتیم خودشون دامادها گفتن آقا قبل از اومدن شما تعدادی از همسن سالای ما آمدن گفت آقا تسلیت عرض میکنیم به مسخره، خدا بیامرزه، غم آخرتون باشه، ما هم تو غم شما شریکیم. تبریک و شادباش را به جوانی میگن که قلب رسول الله را آزرده کرده باشند. به کسی که تیشه برداشته باشه به ریشه دین بزنه، عروسی اون عروسی است. ولی کسی که خدا رو ناراض بکنه باید بهش تسلیت بگن، چون که امروز تو جامعه اسلامی کسانی که خدا رو شاد بکنن خیلی کمن. جای تعجب نیست عزاداری های ما نارضایتی خدا و رسول رو در پی داره. جشن ما، روزه ما، تلاوت ما، عبادات ما، معاشرات ما، معاملات ما، اصلا حیات ما
شده ضربه، شده خنجر، شده سم، شده شیء مهلک برای دین و برای اسلام و برای صحابه و رسول خدا صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین روی این منوال حق دارید شما به جوانی که بیاد خدا رو راضی بکنه بگید تسلیت عرض میکنم. ولی ما مسلمانیم و اولاد خلیل، از ابیکم گیر اگر خواهی دلیل. حرفش از لب چون به دل آید همی، زندگی را قوت افزاید همی. حرف و نقش او گر سنگ گیرد دل شود، دل گر از یادش بمیرد گل شود. اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود. کسی که بخواد خدا رو راضی بکنه برای دیگران مجال صحبتی رو نمیذاره. جوانان عزیز، باور کنید آمدن بنده برای ایراد سخنرانی تو این منطقه بسیار مشکل بود. خود دوستانی که همراه آمدن میدونن لحظه وقت فارغ نیست و جمعیت شما جمعیتی نیست که ما بگیم برای جمعیت زیاد آمدیم. نه، هدف ما جمعیت نیست. من شب جمعه گذشته در همین لحظه‌ای که دارم صحبت میکنم ساعت 11 شب در مراسم 23 عروسی جوان در یک جا در بندرعباس صحبت کردم. جوون ما دلش خوشه، میگه آقا ما 3 تا عروسی با هم گرفتیم. بله مبارکه. هفته گذشته 23 تا، یعنی 46 فرد، 46 خانواده و 46 طایفه در یک میدان وسیع. 2 ساعت با پرواز رفتیم، 1 ساعت دریایی و 6 ساعت زمینی رفتیم تا به محل عروسی. خدا شاهد ساعت 11 شب من تو مجلس رسیدم. جوانان نشسته بودن مثل این که خدایا اینها منتظر چی هن؟ منتظر من نبودن، من کسی نیستم، منتظر کلام خدا و کلام رسول بودن. اما چه کنیم امروز در منطقه زورآباد؟ چه کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی؟ به خدا قسم مردم زورآباد هیچ کس مثل شما رنج و زحمت نکشیده. هیچ عالمی در هیچ نقطه مثل علمای شما زحمت نکشیدن. 9 سال تبعید چیز کوچکی نیست. 9 ماه در تکسلول بودن زحمت بزرگی است. مدرسه تکه تکه شدن کار کوچکی نیست. شما قربانی دادید. مولانا عبدالغفور ها پیر شد به پای شما. محی الدین ها در به در شد به خاطر شما. 120 طلب آواره شد. آواره کوه و بیابان، دشت و صحرا. تا این بشی، تا با ساز و ارکستر بیای رد و نقش پای علما رو مسموم و زهراگین و لکن بکنی. به خدا باید جواب بدی. اگر بندرعباس ساز و ارکستر بیاره مهم نیست، اگر مشهد و مشهدی ها، اگر هر کجا، ولی زورآباد من به شما بگم یه زمانی مردم اونور دنیا آرزو داشتن خاک صالح آباد را سرمه چشمانشون کنن. اما الان چی؟ الان چی شدیم؟ هر جا مجلس بدبختی است، بدعت و خرافاته. منطقه سال‌آباد است. از خدا بترسید جوانها. به خدا نعمت رو از دست دادیم. جوون ما فکر میکنه نعمت فقط پوله، نعمت فقط ماشینه، نعمت فقط خانواده است. همه اینها نعمتن، اما نعمت علم و علما، نعمت مدارس و حوزه های علمیه نعمتی است که اگر از جمعی گرفته بشه اون طایفه کور خواهند شد. این همه فساد آمده تو منطقه مال چیه؟ چرا قبلا نبود؟ اگر دیگران ندیدن شما با چشم دیدید. فإن العلم نور من الهی و نور الله لا یعطی لعاصی. علم نوره، علما نورند. و این علم برای مردمی که لیاقت نداشته باشه، مردمی که قدردانی نکنه. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. خواجه عبدالله انصار میفرماید پروردگارا اگر هر سر موی من زبانی بشن
و بخوان قدردانی بکنن از نعمتهای تو. گر سر هر موی من یابد زبان، شکر نعمتهای تو هرگز نیاید بر زبان. اگر هر سر موی من زبان بشه و بخوام قدردانی بکنم از نعمتهای تو محاله. و هر سر موی من و شما هم اگر زبان بشه بخوام قدردانی بکنیم نمیتونیم، ولی فقط یه چیز بگیم: خدایا تو توفیق تشکر کردن رو عنایت بفرما. هر قومی که نعمتی رو سپاسگزاری نکرد، قدردانی نکرد، خدای متعال اون نعمت از اونها میگیره. نعمت ها زیادن، یه نعمت نیست. بزرگترین نعمت نعمت دین و ایمانه. نعمتی که وقتی بیاد، نعمت اعمال صالح است، زمین و زمان رو متحول میکنه. نعمت قرآنه، نعمت علماست. اگر عرب ها، مردم مکه، از نعمت پیامبر خدا استفاده نکردن، الله ذوالجلال پیامبرش از اونها گرفت، برد تو مدینه منوره و مردم مدینه بلندش کردند. اگر قوم حضرت یونس قدردانی نکرد، خدای متعال شکم ماهی را فرشگاه به هتل 7 ستاره‌ای برای حضرت یونس قرار داد. و اگر مردم صالح آباد شما هم از نعمت دین و قرآن قدردانی نکنید، خدای عزوجل این نعمت رو میگیره که هیچ بعد از اون چنان زدنی شما را به زمین بکنه که دیگه حرکت کردن براتون محال باشه. قبل از این که اون وقت بیاد، به ویژه جوانها حرف منو گوش بدن. به ویژه جوانها، ما اومدیم اتمام حجت کنیم، ما اومدیم با شما صحبت بکنیم. اگر تو این منطقه الحمدلله علما اونقدر زیادن، جناب مولا رحیمی هم تشریف آوردن، همه علما اینجا هستن، دلیلی نداره. به خدا دل ما میسوزه. عرضم این بود که من امشب در تایباد 7 تا عروسی اسلامی در یک جا بود و سنگان خاف در یک شب. جناب حافظ صاحب زمانی که من در بندر عباس بودم زنگ زدم، گفتم اون برنامه رو کنسل کنید برای هفته آینده. گفتن فلانی کجا میخوای بریم؟ اگر ما برنامه رو تدارک دیدیم. گفتم منطقه‌ای میخوام برم که اون منطقه از همه جا برام عزیزتره، به اون منطقه صالح آباده. وگرنه تو این جاده شما پراید که هیچی، اگر گریدر و بولدزر هم بیاد جلو بندیش به هم میخوره. ولیکن نمیخوام منت بذارم رو سر شما، وظیفه ماست، وظیفه ماست که بیام خدمت شما. ولیکن بحث اینه، آمدم فقط یه چیزو بهتون بگم که قدردان نعمتهای الهی باشید، قدردان نعمتهای خداوندی باشید. قدر این علمایی که برای شما دارن شب و روز زحمت میکشن بدونید قبل از اینکه از شما بگیره. صلوات قرایی ند بفرمایید. بله، چون که مجلس بسیار گرمه و جوانها بسیار زیادن، من عادتم بر اینه از محضر علما و ویژه جناب مولانا معذرت میخوام. ما چون که تو عروسی های اسلامی سعی بر اون داریم که با جوانها جوانی صحبت بکنیم و از اون حالت به اصطلاح مقدسی تقریبا مقدار بیرون بیایم. اگر مقداری رک تو دل جوانها حرف میزنیم ما رو ببخشیم بالاخره، چون که ما دل را به دل رئیس در این گنبد کبود، میگه دل به دل راه داره. به خصوص این جوانای منطقه خود ماست دیگه. اگر اینها امشب نتونیم تو دلشون خالی بکنیم دیگه خلاص، هیچ جا دیگه هر جا بریم برام تأثیری نداره حرف ما. میگن یک زمان یک مولوی سخنرانی میکرد، میگفت که مردم روز عید امروز برید هر جا فقیری غریبی بی کسی دیدید ببرید خونه پذیرایی بکن، روز عید ثواب داره. بالاخره از منبر آمد پایین، در خانه خودش آمد، باز کرد در رو، دید که یک جفت کفش در خانه اتاق پذیرایش گذاشته، یک کفش ناشناس. از پدرش پرسید بابا کیه؟ گفت بابا مهمانه. گفت از کجا آوردی بابا جان؟ مهمان کیه؟ گفت یک فقیر غریبی بود تو کوچه، دیدم کسی رو نداره، روز عید آوردم خونه. گفت بابا جان چرا آوردی؟ گفت بابا همین الان خودت پشت منبر نگفتی که فقیر و غریبی دیدید بیارید؟ گفت طول سگو برای مردم گفتم، برای شما که نگفتم برای خودمون. گفت بالاخره حالا که آوردم. گفت آوردی که نمیشه، من گرفتم پیش مهمان، تو تفنگو بیار، یک 2 تا تیر هوایی شلیک کن. گفت چی رو میخوای ثابت کنی بابا؟ گفت اونش دیگه با شما ربطی نداره. مثل یک جوانی میگه رفت پیش سوپرمارکت، گفت آقا بی زحمت این نوشابه بده، گفت زرد باشه سیاه، گفت اونش دیگه با شما ربطی نداره. حالا میگه اون گفت با شما ربطی نداره. بالاخره رفت اونجا پیش مهمان نشست، جناب مولوی پسرش هم طبق دستور بابا حواسا این طرف باشه، هر کس از در میاد. بعد
یک دو تا تیر هوایی شلیک کرد، مهمانه به اصطلاح ما شما روستایی بگم ورخطا شد. گفت چیه جناب مولوی؟ گویی چه خیر خیریت امنیت. گفت نه بابا صدای تفنگ شد، امنیت چیه خیر و خیریت؟ تفنگ یک خبری هست. گفت نه هیچی نیست، خاطر جمع بشین، فقط بشین نهارتو بخور. گفت تا نهار بیاد بالاخره. گفت هیچ، حقیقتش میخوایم این همسایه روبروی ما پارسال براش یک مهمانی آمده بوده، این پسر ما جرم مرگ با این تفنگش بازی میکرده، مستقیم این تیر شلیک میشه و قلب مهمان همسایه‌ام میخوره. همسایه‌ام میگه جناب مولوی به خدا مگه برای تو مهمان نیاد، یعنی بزنمش که واویلا. گفت یعنی اون به طرف من میخواد بزنه؟ گفت ها میخواد تو رو بزنه، ولی خدا کنه تو رو بزنه که من 100 تا از اونا رو بکشم. گفت مسلمان خدا تو میخواد منو بکشه که 100 تا از اونا رو بکشی؟ گفت بالاخره چیکار کنم، آمدی دیگه، حالا شام تو بوده. گفت محض خدا یک کاری بکن من برم. گفت از در که نمیشه، اگر میخوای بریزم پنجره برو. از پنجره زد بیرون. مولوی آمد کفشاشو برداشت، گفت خدا رو شکر یک جفت کفش برام موند دقیقاً. حالا البته علمای الان اینجوری نیستا، یعنی هر چه جفت کفشه باور کن در خانه علماست، ولی هدفم این بود که طوری نباشه ما برای دیگران بگیم بریم به بندر عباس و 9 تا استان. من امسال رفتم در 120 تا عروسی، 120 عروسی اسلامی فقط امسال. منطقه خود ما ساز و ارکستر باشه دیگه واویلاس، قضیه همون ملا میشه بس. بنابراین انشالله جوونها خوب گوش بدن صحبت امشب رو و بعد شادی رو آخر خودتون ترجمه بکنید. انشالله خسته که نمیشید، انشالله خوب خسته نمیشید، بگیرید که آمدیم انشالله. ما جناب مولوی جعفر بگید که شما جزاکم الله. یک سلام. آیه‌ای که تلاوت کردم خدای متعال میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر کس که عمل صالحی رو انجام بده، چه مرد باشه چه زن، خیلی جملات قرآن رو توجه کنید. من عمل صالحا، کسی که عمل صالح انجام بده، فرق نمیکنه عمل صالحش عروسی اسلامی باشه، تعزیه اسلامی باشه، شادی اسلامی باشه، غم اسلامی باشه، ازدواج اسلامی باشه، مراودات و مبادلات و تجارت ها و رفت آمد های اسلامی باشه. هر عمل صالحی که باشه فرق نمیکنه من ذکر او انثى، و این عمل صالح از مرد یا از زن، از پیر یا جوان طفاوتی نداره. و هو مؤمنون، و این فردی که عمل صالح رو انجام میده مؤمن باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما رو زندگی طیب و پاک میدیم. بسیاری در اذهان جوانها اینه که عبادت چه نقشی داره، اعمال صالحه چه نقشی در زندگی ما داره. فلان فرد عبادت کرده به کجا رسیده؟ نونش از 1 به 2 نشده. خیلی میگن نه فلانی که عبادت نمیکنه بنز الگان سواره، اون بنده خدا 5 وقت نمازش قضا نمیشه، ژیانم گیرش نمیاد که سوار بشه. این حرف بسیاری از جوان هاست. فلانی چند تا ویلا و آپارتمان تو مشهد و نمیدونم خراسان و سیستان و بندر عباس و حتی دبی داره. فلانی نماز میخونه هنوز خودش همون مندیل و ریشش میره به مسجد و برمیگرده میاد. فلانی عمل صالح انجام میده ضرر میکنه. فلانی عروسی اسلامی میگیره تو گورخار، روستای روبروش ما، روستای خود ما، یه عروسی اسلامی بود برای اولین بار، خدا کنه آخرین بار نشه. شب ما رفتیم اونجا برای عروسی اسلامی، قرار بود فردا عروسی اسلامی بشه اونجا. شب به من گزارش دادن که بیا سقف خانه آمده روزنا. مردم هم گفتن چون عروسی اسلامی گرفته سقف اومد پایین. بی انصافان نگفتن که چون عروسی اسلامی بود سقف آمد پایین. دقیقا روزنا یکی هم زخمی نشد. این قصه رو، این قسمت دومش رو نمیگن، قیچیش میکنن. چون عروسی اسلامی بود آمد سقف پایین. ولی چی شد؟ آیا ممکنه سقف بیاد پایین هیچ کس آسیبی نبینه؟ این قسمتش رو نمیبینن. در زمان حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله یه فردی مسلمان شد، آمد اسلام آورد. پیامبر خدا فرمود این فرد جهنمی است. سبحان الله. آمد مسلمان شد، پیامبر فرمود این جهنمی است. من اراد ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا. هر کس میخواد به مرد جهنمی نگاه کنه، این آقا نگاه کنه. صحابه ایران شدن
خدایا این تهجدش قضا نمیشه، نماز فرضش سر وقت پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایمان و تقوا و اخلاصش موج میزنه، چطور رسول خدا میگه این جهنمی است؟ ولیکن همه منتظر بودن، سوژه بسیار خطرناکی بود، هر کس چشم‌ها منتظر بود که عاقبت این چه خواهد شد. رفت خونه بعد از نماز، بچهش یه جوری شد از سقف افتاد، نمیدونم به مشکلی براش پیش آمد، گفت چون به محمد ایمان آوردم این مشکل برام پیش آمده، نعوذ بالله، لعنت بر محمد و دین محمد، و برگشت. صحابه فهمیدند اسلام آوردن و عمل صالح باید توأم با ایمان باشه. جوانها حالا این سواله که فلانی، سه تا سوال مهم تو ذهن جوان هاست. یک، فلانی عمل صالح انجام داده، به کجا رسیده؟ این سوال اول. سوال دوم، چرا بسیاری عبادت میکنن عمل صالح انجام نمیدن، همه چیز دارن؟ و سوال سوم، وقتی خدای متعال در تقدیر ما نوشته فلانی بهشتی است و فلانی جهنمی، چه لزوم داره من نماز بخونم؟ تو تقدیر نوشته شده آقا خیرشاهی مسیرش فلانجاست، پس بنابراین نیازی نیست که من عبادت بکنم. این سه تا سوال رو من میخوام امشب جواب بدم، اگر خدای متعال توفیق بده حنجرم یاری بکنه، چون که فردا هم عروسی ها پشت سر هم دیگه و فردا شب. این صدا خیلی مهمه. سوال اول، چرا بعضی‌ها نماز میخونن به هیچ جا نمیرسن؟ جالب اینجاست که جوان نمیدونم سرمایه رو چی ترجمه کرده. آیا سرمایه فقط پوله؟ آیا سرمایه فقط ماله؟ آیا ماشین بنز الگانسه؟ آیا زن زیباست؟ آیا مادیت و اقتصاد بالاست؟ اینها نیست، سرمایه نیست. قرآن از این مشنها را سرمایه نمیدونه، بلکه میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینها رو فتنه و محل آزمایش قرآن از این مشن معرفی میکنه. مردم آمریکا پیشرفت‌ترین کشور دنیا، سوئد بهشت دنیا میگن، مردم اونجا همه حقوق میگیرن، حقوق کارمندی، مادرها حقوق مادر شدن، تحصیلات در همه مقاطع رایگان، حق شیردهی میگیرن، خدمات پزشکی رایگان. سال گذشته 30,000 نفر اقدام به خودکشی کردن. خب اینا پول داشتن؟ 75% مردم آمریکا با قرص خواب خوابشون نمیبره. پس بنابراین سرمایه فقط در پول نیست، سرمایه در ایمانه. کسی که عمل صالح داشته باشه الله ذوالجلال به او چند نعمت عظما رو عنایت میکنه. اول این که در دنیا او رو عزیز میکنه، سیجعل لهم الرحمن ودا، خدای متعال عزیزش میکنه، بلندش میکنه، چه زنده بمونه چه بمیره. یجعل له القبول فی الارض، قبولیت در روی زمین رو براش نصیب میکنه. جوانی که مؤمن مسلمانه، من نمیگم شما بگید، هر کس سوال میکنن فلانی چطوره، میگه الحمدلله جوان نمازخونی است، جوان مسلمانی است، اگر زن میخواد بهش زن بدید، اگر امکانات میخواد بهش امکانات بدید، قرض میخواد بهش قرض بده. این عزت نیست؟ عزتمندش میکنه رب العالمین توسط اعمال صالحه. بلال ها را چنان عزتی داشت که تا دنیاست نام بلال میدرخشه. عمرها را بلند کرد، مصعب ها را بلند کرد، علمای عصر حاضر مولانا محمد عمرها را بلند کرد، اسم اونها را جاودان کرد. این عزت نیست پس چیست؟ و اگر بمیرن هم عزتمنده، که سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند. یک جوونی در زمان صدر اسلام، جوونی 17-18 ساله‌ای، در غزوه و جنگ شرکت نکرده، رسول خدا بعد از این که غنایم رو میخواد تقسیم بکنه حق این جوان رو کنار گذاشت. برای همه سوال ایجاد شد که این جوان چرا؟ ولی به خاطر ادبی که نسبت به رسول الله داشتن اینجا حرفی نزدن. بعد که آمد غنیمت رو پیامبر خدا بهش بده، این جوان شروع کرد به گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت به خاطر دو چیز. اول این که من در جنگ و غزوه و جهاد حضور نداشتم و رسول خدا برام مال غنیمت داد. دلیلش چیه یا رسول الله؟ و دوم یا رسول الله من به خاطر این گریه میکنم که در این جنگ شرکت نداشتم، دوست داشتم و آرزو دارم که خدای متعال من رو در میدان جهاد قرار بده، بعد از این که چندین کافر رو به درک واصل کنم یا تیر بیاد گلوله‌ای بیاد به پیشانیم اصابت بکنه و از اون طرف در بیاد. پیامبر چه فرمود؟ گفت ان صدقت الله یصدقک، اگر تو به خدا راست بگی خدا حرف تو رو عملی میکنه. دست بلند کرد گفت خدا را شکر. چند روزی نگذشت میدان جهاد که یادم نیست، میدان جهاد این جوان نقاب به صورت زد، خودش رو مانند شجاعی در قلبش سپاه کفار
بعد از اینکه جنگ تمام شد و به نفع مسلمین، رسول خدا این جوان رو یاد کرد که اون جوان مسلمان جنگجو و مبارز کجاست. اون جوانی که آمد گفت یا رسول الله من سرباز بدون مرخصی شما، من سرباز همیشه در صحنه شما کجاست؟ صحابه گشتن گفتن یا رسول الله پیداش کردیم ولی طور عجیبی فوت کرده. گفت چطور؟ گفت همه صحابه با شمشیر معمولا تکه تکه شدن، کشته شدن، ولی ایشون یه تیری آمده به پیشانیش و از اون طرف در آمده. رسول خدا فرمود جنازه‌شو بیارید. جنازه رو آورد، اشک رسول خدا تون تون میبارید روی این جنازه. گریه کرد رسول خدا بر وفات این جوان و سپس عبای خودشو در آورد. گفت این رو با لباسش حتی کفن نکنید، بلکه کفن این فرد باید عبای محمد رسول الله باشه. عبای محمد برای چی؟ یا رسول الله تو عبای تو به ابوبکر ندیدی، به عمر ندیدی، به حمزه که جگرش پاره پاره شد ندادی، به مصعبی که تو تا دستشو داد ندادی، به سمیه‌ای که تکه تکه شد ندادی، به صحابه‌ای که جعفر ابن ابی طالبی که تو تا دستشو داد ندادی، برای این جوان دادی. چرا؟ گفت این سردار جوانان جنگجوست و میخوام که روز قیامت که از میدان محشر بلند میشه همه بوی خون بدن، بوی خونی که بوی گل و ریحانه. این جوان در میدان محشر با بوی محمد بیاد. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. این عزت الهی است که عاشقان دائم لقای دوست می‌دارند، دوست در غم و راحت رضای دوست می‌دارند، دوست وعده دیدار چون در جنت آمد لاجرم، عاشقان جنت برای دوست می‌دارند، دوست. این عزت نیست که رسول خدا عبای خودشو نصیبون بکنه. فکر نکنید اون زمان عبای رسول الله بود امروز نیست. به خدا امروز جوانی که برای دین اسلام بمیره، امروز هم جوانی که برای اعلای کلمت الله بمیره، هیچ تفاوتی نداره. مطمئن باشیم که عبای معنوی رسول الله رو سر ماست. ولی امروز این چه شوری است که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هیچ مهری نه برادر به برادر دارد، هیچ الفت نه پسر را به پدر میبینم. مردم عقب شید و شر و شور گرفتن، دنبال نی و توتک و تنبور گرفتن، آیین زلالت همه دستور گرفتن، قرآن خدا را همه مهجور گرفتن. ای آیت حق بی خبران را خبری کن. امروز کسی منتظر عبای رسول الله نیست، چون که اکثر جوانهای ما عبای شیطان و چادر شیطان رو سر کردن. امروز مجالی نمونده، شاید بیاد عبای رسول الله، ولی وقتی میبینی این جوان چادر شیطان رو به سر کرده، در سر عروسی ها خدا میدونه چه بلایی به سرش میاره، چه شراب ها. به خدا قسم در تو ماه رمضان، شب 26 رمضان که من در زابل بودم، شب 27 قرار بود در شمال، یه جوون بهم زنگ زد گفت فلانی من 40 لیتر یادم نیست یا 20 لیتر ودکا گذاشتم تا اینکه با ماه رمضان تمام بشه، از غم شراب دارم دیوانه میشم. گفتم وای این چادر شیطانه، چادر رحمان دیگه پیش این نمیاد. این کسی که در ماه مبارک رمضان همش روزه نمیتونه در اون چنان موقعیت ایجاد بکنه که از شراب دست بکشه، این چطور میخواد بیاد روز قیامت کنار رسول الله؟ چطور میخواد امت اسلام بین اعتماد بکنه؟ از کدوم قسمت بگیم؟ از اون جوانی که صبح حرکت میکنه، بعد از این میخوره سحر، آخرین چیزی که میخواد بخوره و استفاده بکنه دود تریاکه که تا شب خوب قبراق و نشه باشه، و شب به مجردی آخون اذان داد بخواد چیکار؟ منقلو بیار، منقلو بیار. روزش امساکش با تریاک، افطاریش هم با تریاک و شراب، و بعد خوشحاله که چه روزه‌ای هم گرفتم. ماشاءالله عید محمدی. بسیاری از جوانها قسم یاد کردن، ما رفتیم به خونه بسیاری از جوانها به جای اینکه شیرینی و شکلات و نمیدونه فلان بیارن،
دعوت دارم بفرما ایدی چیه؟ نگاه کردیم منقل باپور و تریاک و چرس و هیروئین و کوکائین و مورفین گذاشته و جوانی که 30 روز روزه گرفته رفته پالایشگاه رسول الله خودشو سرویس کرده، ماشین ایمانشو شستشو داده، حالا میخواد روز اول عید با تریاک و هیروئین نابود بکنه. و این کارها رو کردند. جوانها از کجا بگیم؟ از چی بگیم؟ تو جامعه ماست. من بسیار از جاها گفتم کاش نامه این خواهر رو می آوردم. باورتون میشد که تو جامعه اسلامی خود ما هنوز رذلا و پس فطرتانی هست که با تریاک تمام دنیا رو میخواد با اعتیاد نابود بکنن. خواهری پیشم آمد، نامشو دارم، آمد میگه فلانی. گفتم چیه؟ گفت شما دیدید تا حالا گوشت چرخ گوشت مال چیه؟ گفتم مسلم گوشتا رو چرخ میکنیم. گفت نه شوهر من چرخ گوشت رو از روزی که خریده یه بار گوشت چرخ نکرده. چی رو چرخ میکنیم؟ گفت تریاک رو. تریاک هم مگه چرخ میشه؟ گفت ندیدی مولوی تو الان؟ گفتم نه الحمدلله. گفت که سشوار مال چیه؟ خدا شاهده. سشوار مال چیه؟ گفتم موها رو خوش میکنه، خودت میدونی. گفت این تریاک ها رو خوش میکنه نه موهاشو. و سیمه های پشت یخچال همه کنده شدن. جوانهای لات الواد یه حال داریم، با آشپزخونه دیگه خونه ای نداریم. جوانها میان رد میشن، هرچی به شوهرم گفتم بابا من نماز گذارم، تو اگر نماز نمیخونی، تو اگر دیوی، تو اگر هرچی هستی، ولی من روزه‌ام، من رمضانم، من عابدم، من نماز تراویح میرم، من نماز تهجدم قضا نمیشه، تو رو خدا نکن، من خوابم، عورتم ظاهر. این جوانها میاد رد میشه و میرن. به حرفم گوش نداد که دیشب یه واقعی رو دیدم دیگه نمیتونم. نظیر این صحبت رو آقای شیخ بردر هم چندین سال قبل تو منطقه خودش صحبت کرد، ولی این مال الانه، تو منطقه خود ما و شماست، نمیگم کجا. گفت تا این که دیشب یهو دیدم ساعت 12 شب جوانها آمدن، 2 تا جوان و شوهرم. بلند شو. گفتم چیه؟ گفت بلند شو که دارم دیوانه میشم. این دوستان منو دیوانه کردن از بی تریاکی و بعد کاش که فقط تریاک میکشید. این بلای جدیدی کریس که آمده، کریستال کیلو 7-8 میلیون تومان قوقا کرده و باز جدیدن چیزی این جدیدم نیست، نوع دیگر مواد مخدر که اسمشو گذاشتن اشک خدا. چقدر پس شدیم به خدا، همه چیزو گذاشتیم، حتی به خدا هم رحم نکردیم. اشک خدا. این جوون میگفتم چیه؟ تریاک نداری به من چی؟ چیزی نذاشتی تو خونم، همه رو بردی. گفت این جوونا رو آوردم که امشب با تو زنا بکنم. باورتون میشه؟ آوردم با تو زنا کنم، به تهجدت زنا کنم، به قرآنی که تو سینته، به عشقی که به محمد و سمیه و فاطمه داری، به حریم عمر که تو محراب تکه تکه شد برای جوان ایرانی. عمری که جیغ میزد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت زمین ایران ناهمواره، میترسم گوسفندشون بیفته دستش بشکنه. اون از افتادن گوسفند ما گریه میکرد، ولی با امروز قلب عمر تکه تکه میشه. چه کار کنم؟ امت رسول الله هیر شده. یاد ایامی که سیف روزگار با توانا دستی ما بود یار. تخم دین در کشت دلها کاشتیم، پرده از رخسار حق برداشتیم. کشت حق سیراب گشت از خون ما، حق پرستان جهان ممنون ما. حالا چه شدیم؟ اینها واقعیت هایی است تو جامعه ما داره رخ میده. به خاطر این بلای خطرناک تریاک و هیروئین و گرد، کوکائین و مورفین و همه مخدرات. 88 میلیارد نخ سیگار سالانه وارد ایران اسلامی میشه. 88 میلیارد نخ سیگار. چه خبره مگر؟
هر نخ سیگاری شما یک تومانی حساب کنید، 88 میلیارد سرمایه مسلمانان دود هوا منصورا میشه. اون موقع میگن چرا برکت از زندگی رفته، چرا مردم سیر نمیشن؟ مردم سیر نمیشن چون که باطنشون تهی و خالی است، چون که عشق به خدا و رسول نیست. زمان گذشته امکانات نبود، مردم همه سیر بودن. مهمان می آمد، ما گفتن نون پیاز پیشانی باز، هر کس می آمد می خورد می رفت. امروز 2 تا مهمان میاد فقط میگه 2 تا ملک الموت اومده تو خانه یکی، میترسه میلرزه. آیا قابل مقایسه هست؟ روزی ها زیاد شده، خدای متعال نعمت ها رو زیاد کرده، ولیکن برکت ها از زندگی ها رفته. اینجاست که رسول خدا مصداق حدیثش میفرماید که ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. بنده خدا وقتی که گناه و معصیت بکنه از برکت های رزق و روزی محروم میشه. آیا نیست؟ به خاطر اینه که معصیت ها زیاد شده، به خاطر اینه که همه مسائل وارونه شدن، از نعمتهای خدایی برعکس داره استفاده میشه. سروران عزیز، اینجاست که جوانها میبینین ذلیل شدن متاسفانه. اینجاست که میبینین مسلمان‌ها جوانهای حماسی رو از دست دادن. اینجاست که هر کس اون در دنیا صدا میزنه یا المسلمین، از مسلمان‌ها صدایی نمیاد، چون که مسلمانان به قول اقبال لاهوری جوان فقط مشغول تنظیفاتی و خودش آرایش خودشه. اگر دانشجوی مسلمان باش، اگر چوپانی مسلمان باش، تهجدت قضا نشه، نماز فرضت قضا نشه، چوپان خدا باش. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه روزی از یک جای رد میشد، چشمش به چوپان افتاد، شروع کرد به گریه کردن. گفتن چی عمر، چرا گریه میکنی؟ گفت من یه روزی همینجا در دوران خلافت، گفت من همینجا گوسفندای قوم و قبیله و پدرمو میچروندم، گریه میکنم که خدا به برکت اسلام چه عزت و رفعتی به من داد که امروز ایران و روم و قیصر و کسرا وقتی میگن عمر دست پاشون مثل بید میلرزه. این عزت. و اونجاست که اون جمله رو میفرماید اعزكم الله بالاسلام فمهما تطلبون العزة بغیر الاسلام اذلكم الله. مواظب باشید که خدای عزوجل توسط اسلام شما رو عزت بخشید و هرگاه عزت رو در غیر دین اسلام جستجو بکنید خدا شما رو ذلیل میکنه. های جوون ممیزابی، تا امروز نفهمیدی بفهم، عروسی های اسلامی نقطه‌ای است برای عزتمند شدن. وگرنه حاج مولانا عبدالغفور امشب اگر اینجا میلیاردها تومن میریختید نمیآمد، باور کنید نمیآمد. و بقیه علما که اومدن، اصلا خودم عاشق پول و مالتون نشدیم، عاشق سبک عروسیاتون نشدیم، عاشق این که اینجا تو دره کو زندگی میکنید حتما شما یک غیرت و سطوت خاصی متفاوت با مردم دیگر دارید نشدیم، شاید هم داشته باشید ولی نه. عاشق این جاده خاکیتون که زد ماشین رو جلو بندش و همه فاتحه‌شو خوند نشدیم، باور کن. میگن ماشین ما مال خانم دکتری بوده قبل از اینکه من بگیرم. یک جوون رو صحبت میکرد، میگه رفتیم به بنگاه، میگه هر ماشینی قیمت کردیم 4 تا بنگاه، گفت آقا اینو بخر که قبلا مال خانم دکتری بوده. آقا گفتم تو رو خدا جامعه طوری شده که اگر من برم یک تراکتوری هم بخرم، میگه بابا اینو بخر که خانم دکتر صبح به صبح تا در مطبش با تراکتور میرفته. جامعه بشری عجیب شده ها. هیچ کس عاشق فقط محفل قرآنی شما، عاشق این دین و ایمان شما، عاشق این صداقت و شهامت و شجاعت و رشادت و فتوت و مروت و غیرت و جوانمردی شما و هر چی که بگم. و این خصوصا ستا شادامادی که اگر تو مجلس حضور داره به خودشون ببالن، اولین نقش اعمال صالحینه که شما رو عزتمند میکنه تو دنیا و تو آخرت که به جای خودش. تو دنیا فقط عزتمند میکنه. حضرت اویس قرنی یک کار کرد، به مادرش خوبی اونی که کرد. علما میدونن، حضرت عطار نیشابوری نوشته به مادرش، به قدری به مادرش نیکی کرد که وقت نکرد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم بره. سبحان الله. در زمان رسول الله بود، پیامبر خدا هر موقع از مدینه منوره بیرون شد یه جا توقف میکرد، مکث میکرد، استشمام میکرد طرف یمن رو. گفتن چی یا رسول الله، از این طرف چی بویه؟ گفت انی لاجد ریح الجنه من وراء یمن من قبل نجد. من بوی بهشت را از طرف یمن استشمام میکنم.
گفتن اونجا کیه؟ گفت عبد من عباد الله، بنده ای از بندگان خدا. فرمودن فکلنا عبید الله، ما همه بندگان خداییم. گفت نه، اونجا اویس قرنی است. گفت اویس قرنی؟ چطور تو عاشقشی و اون عاشق تو نیست؟ ما ندیدیمش، نیامده. گفت نه، اون وقت نکرده پیش من رسول الله بیاد، ولی من اگر وقت می داشتم به دیدار او می رفتم. صحابه گفتن یا رسول الله چرا نمیاد؟ گفت یه مادر پیر داره، کسی رو نداره، مجبوره به خدمت مادر باشه. جوونا، آب روی اهل دل از خاک پای مادر است، هرچه گویند این جماعت از دعای مادر است. آسمان و زندگی روشن شد از نور پدر، گلشن هستی مصفا از صفای مادر است. گرمی آغوش مهرش را ندارد آفتاب، مهربان تر دیگر از مادر خدای مادر است. قدر و جایی را که در اسلام دارا شد اویس، از کمال خدمت و مهنت برای مادر است. بله امروز جوان ما بزرگ میشه مادر، بارا مادر من فوق لیسانس گرفتم. هر چی گرفتی؟ بسیاری به خاطر زن آوردن مادر انداختن بیرون، ولی اویس قرنی به خاطر خدمت به مادر رسول الله صلی الله علیه و آله ایستاده بو میکنه، اونو استشمام میکنه. حضرت عمر و حضرت ابوبکر و حضرت علی دور برش ایستادن، میگه یا رسول الله تو نمیبینی، ما میبینیم. پیامبر خدا روش به ابوبکر گفت ابوبکر تو نمیبینی، ولی عمر و علی شما دوتا میبینید. وقتی که دیدین سلام من محمد رو بهش برسونید و بگید محمد در آخر عمر از تو تقاضایی داشت و اون این که در حق امتیان محمد دعا کن. سبحان الله، دعات قبول میشه. در حق امتیان رسول الله دعا کن. و زمانی که از دنیا رفت رسول خدا ردای خودشو در آورد به حضرت عمر داد. عمر هر موقع رفتی این هدیه رو به اویس قرنی بده. رفت حضرت عمر بعد از وفات رسول الله زمان خلافتش، هر موقع مردم قرن می آمد صدا می کرد فیکم اویس. اویس کیه؟ گفتن هو رجل مجنون، اون دیوونه است، اون ایماغه، اون بیکلاسه، سواد نداره، چوپانه، دیوانه است. هر کس که عاشق خدا باشه دیوانه. امروز هم میگن فلان مولوی دیوانه شده. چرا؟ چون که از حق داره دفاع میکنه دیوانه است، چون که با بدعت ها مبارزه میکنه تندروست، چون که میخواد دین رو احیا بکنه همه بهش میگن بی تجربه و جوان است، چون که از صحابه رسول الله داره دفاع میکنه میگه این مخش تکون خورده. و مردم اون زمان هم همینطور میگفتن. ولی حضرت عمر گفت میخوام ببینمش. گفت هو احقر شأنا من ان یطلبه امیر المؤمنین، اون خیلی حقیرتر از اینه که امیر المؤمنین دنبالش بگرده. عمر گفت منو ببرید پیشش. حرکت کرد. عمر و علی رضی الله عنهما آمدن به سرزمین یمن. وقتی آمدن دیدن که بله گوسفندان داره میچرند و تعدادی زیادی فرشته چوب به دست گرفته و از چوپانا از گوسفندان اویس دارن حراست میکنن. به خدا قسم انسان به کجا میرسه؟ اویس سر رو به سجده گذاشته داره گریه میکنه. از گوسفندان من و تو سگهای سیاه و سفید داره حراست و پاسبانی میکنه. کشور ما میخواد سپاهی ها و نظامی ها، ولی از گوسفندان اویس خودش سر رو به سجده گذاشته. ولی از گوسفندان اویس فرشته های خدا، کسانی که رفتن کوهبند میدونن که گوسفندان مولانا محمد عمر و همه روستانیاش به خدا قسم که چوپان نداشت، ویل بودن. گفتم به خدا قسم مولوی شمس الحق هست بپرسید اگر دروغ میگم. چوپان نداشتن. چرا؟ گفتم اینجا گرگ نداره؟ گرگ نداره آقا، دوز نداره. اینجا چی داره؟
هرچی میبینیم تعجبیست. آب از توی چاله بدون پمپاژ و موتور میاد بالا، 350 طلبه رو آب میده. اینا رو با چشم خودم دیدم و کسانی که رفتن دیدن. کسی که خدا عمل صالح انجام بده یجعل له القبول فی الارض، خدا عزتش میده، رفعتش میده، بلندیش میده. از گوسفند ما سگ محافظت میکنه، از گوسفند اویس فرشته ها و ملائکه مقرب. رفتن جلوتر، متوجه شد اویس که 2 نفر داره میاد، فورا نماز تموم کرد، سلام داد، گفت السلام علیک یا اویس، سلام بر تو اویس. گفت چرا اومدید؟ گفت آمدیم از طرف فردی. گفت کیه؟ گفت ما قاصد محمد رسول الله، ما از طرف محمد آمدیم. چی میخوایم؟ از کجا معلوم که راست بگیم؟ عبای رسول الله رو در آورد، گفت اویس محمد همه از محمد طلب شفاعت میکرد، ولی به خدا محمد از تو. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است و مکان آدمیت. تن آدمی شریف است، جوان به جان آدمیت. نه همین لباس زیباست، نه همین شکل ریلکسه، نه همین موهای قشنگه، نه همین شلوار تنگه، نه همین بی حجابی و بد حجابی هاست. نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. آدمی را آدمیت لازم است، عود را گربو نباشد هیزم است. آدمیت احترام آدمی، با خبر شو از مقام آدمی. سر رو به سجده گذاشت، رفت دور، گفت خدایا عبای رسول الله رو پوشید. گفت خدایا تا زمانی که امت رسول الله رو نبخشی، سرم را از سجده بر نمیدارم. محمد و آل محمد صلوات. وحی آمد، الهام آمد، اویس سرتو بلند کن که تعداد زیادی از امت رو بخشیدم، تعداد بسیاری از جوانهای گناهکار رو به برکت دعای تو بخشیدم. گفت نه یا الله، دعای رسول الله و شفاعت رسول الله در حق تمام امتشه. اونها غمخوار ما بودن برای که من تو به جهنم نریم، ولی امروز ما چه شدیم تو رو خدا که این لحظه به فکر نمیشیم. یکی یک گوسفند بهت داده، یه بار کرایه تو حساب کرده تا صالح آباد، تا دنیاست، هر موقع میبینی نوکرتم، چاکرتم، قربونتم. ولی اون کسانی که خودشونو دادن، اعضا و جوارحشونو دادن، زندگیشونو دادن، چرا بی انصاف منت و تشکر نمی کنی؟ چرا از اونها قدردانی نمیشه؟ چرا یه بار نیامدیم بگیم یا الله روبروی خدا بشینیم، بگیم یا الله رسول خدا برای ما جانفشانی کرد، بهترین گلها رو از باغش چید و فدای ما کرد، پرپر کرد. من و تو چی کار کردیم؟ دلش خوشه که سر عروسی ها ساز و ارکستر میاره و به اصطلاح جوانای لات رو خوشحال میکنه. بذارید هر کی میخواد هر چه بگه، ما عاشق عمریم، ما عاشق خداییم. ای ستا جوان، شما امشب خدا و رسول راضی کردید، بذار مردم هر چی میخوان بگن. جالب اینجاست که مردم از استهزای بقیه جوانها احساس سرشکستگی میکنن، ولی از طعنه خدا و رسول احساس سرشکستگی نیست. خدا بگه غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم عذابا الیما، براشون مهم نیست. خدا رو ناراض کردن مهم نیست. امروز حاجی صاحب، خان صاحب، پیر صاحب، آقا صاحب، کیک صاحب، اینها ناراض نشن. خدا که ناراض شد ناراض شده. به زبون نمیگیم ولی به عمل داریم کار میکنیم. بعضی چیزا رو به زبون نمیگیم ولی عملا داریم میکنیم. در زمان حضرت موسی علیه السلام یه فردی رفت به حضرت موسی، می‌خواست بره به کوه طور. یه جوونی از جوونهای اونجا گفت موسی، گفت چیه؟ گفت میری کوه طور؟ گفت آره. گفت من یه سفارش دارم. سفارش چیه؟ مثل بعض از این آقایون
من زمانی خودم رفتم مکه مکرمه که از قوم خویشا خود ما نمیگم اسمشو، یه خواهر خانمی بود، زنی بود، آمد گفت که میخوای بری مکه. گفتم بله. گفت چی میخوای بیاری برام؟ گفتم ان شاء الله دور خانه خدا که میرم دعات میکنم. گفت اون که به جای خود دیگه چی میاری؟ گفتم ان شاء الله صفا و مروه رو که طواف کردم برات 2 رکعت نماز میخونم دعا میکنم. گفت اونم به جای خودت دیگه چی میاری؟ گفتم ان شاء الله برات یه طواف 7 شوطی انجام میدم. گفت اونم خوب، دیگه چی میاری؟ گفتم خوب من فهمیدم چی میخواد بگه. گفتم زمانی که آب زمزم میخورم حتما اونجا دعا قبول میشه، دعات میکنم. گفت خب اونم درست، دیگه چی میاری؟ گفتم مثلا یه عمره مال خودم، یه عمرم واسه تو انجام میدم. گفت اونم درست، دیگه چی میاری؟ گفتم ان شاء الله اگه خدا بخواد یه روسری هم برات میارم. گفت دستت در نکنه، خدا خیرت بده. اینه یه روسری، این همه نعمت ها به چشمش نمیاد، فقط یه روسری. وقتی حاجی صاحب از مکه میاد میره دیدنش، چه خبر چطور بود؟ خدا نصیب بکنه مولوی صاحب، یک جای خوبی بود. از اون طرف 5 روز 5 ماه به مسجد نمیاد، نشسته تو خانه که مردم بیاد، خدا بیاد به دیدنش. حاجی از این گریه میکنه، خدا نصیب بکنه، یه بار دیگه نصیب بکنه. یک جایی بود. چی شدیم ما؟ از خانه خدا برگشت. خدا شاهد، من رفتم یه حاجی از مقتدی خود ما نماز، قبل از نماز صبح از فرودگاه آمده بود مسجد، آمد مسجد، پشت سرش رفتم دیدنش. گفتم دست در آقا، قبل از اینکه خدا به دیدنت بیاد لطف کردی، واقعا کرم نوازی کردی، آمدی به دیدار خدا. گفت چی داری میگی؟ گفتم من اولین حاجیه که میبینم قبل از اینکه خدا به دیدنش بره اون بیاد به دیدن خدا. حاجی که میره خانه خدا دیگه اون بخشیده شده دیگه، اون برگ سبز رو گرفته، ویزای جنت تو جیبشه، اصلا براش فرق نمیکنه. این شدیم ما، همه چیز رو از عینک مادی میبینیم. اون جوونم به موسی همین گفت که موسی تو که میری پیش خدا سلام منو به خدا برسان و به خدا بگو خدایا از این به بعد نه من تو را به خدایی قبول دارم، تو هم منو به بندگی قبول نداشته باش. معامله تمام. پولدار شدم، زن دارم ماشاءالله 4 تا، ماشین دارم ماشاءالله 8 تا، اصلا کارت بنزینم نیاز ندارم، کارت سوخت. درسته؟ اگر مهریه زنم هم 1386 لیتر بنزین باشه دارم، مشکلی ندارم دیگه. دورم هم مردم همه هستن، مولوی صاحبا، حاجی صاحبا هم میگن فلانی پول داره، بریم. شجاعت دارم، رفعت دارم، قدر دارم، عظمت دارم، هیچ دیگه نمیخوام خدایا. از این به بعد دور منو خط بکش، تو اون برو جو، من این طرف جو. موسی گفت این چیه؟ گفت تو بالاخره پیام رسانی، پیام خدا به بنده، پیام بنده به خدا. میگه رفت موسی به کوه طور راز نیازش کرد، هر چه زور زد که بگه نمیتونست بگه. کوچک نیست مسئله. ما هم داریم میگیم، حالا به زبان نمیگیم، عملا داریم میگیم. وقتی خدا میگه حی علی الصلاة، اون مؤذن نمیگه، خدا داره میگه. جوون ما صلیب انداخته دور گردنش، اون ساز ابلیس سیگار گذاشته رو لبش، داره قدم میزنه اینطوری راه میره پشت به مسجد. این همونه. اون کسی که سر عروسیش ساز و ارکستر میاره همینه. خدایا به تو ربطی نداره من هر چی میارم. به خدا معنیش اینه. حالا هر چی میخوای فکر کن. بخوای خیرشایی آمده رو سر ما داد میکشه، حق داری، چون که کسی رو دوست داشته باشه رو سرش داد میکشه. وگرنه رو بندر عباس سیدیام نگاه کنید، من رو جوانای اونجا داد نکشیدم. شما فرق میکنید. گفتم که چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی. با تمام دنیا باید شما فرق بکنید. فدایی دادید، شما رنج و زحمت کشیدید و کشیدن علما برای شما. اون دختری که بی حجابی و بد حجابی میکنه و سر عروسی ها میرقصه فرق نمیکنه. اون هم داره به خدا میگه خدایا من خیلی خوشگلم، خیلی جمال دارم، رقصشم خوب بلدم. به جوونی تو منطقه تاجرآباد خدا، من میخواستم برم به نیکشهر عروسی اسلامی، من دیگه جامونو گفتم میخواستم برم عروسی اسلامی. یه جوونی آمد گفت که من راضیم عروسیم اسلامی باشه، مادر زنم نمیذاره. گفتم مادر زن چند سالشه؟ یه سنی گفت 60 و چند سال، 70 و چند سال، یه سن بالا. گفتم وا ویلا، اون عمرش رسیده به 60 و 70. اسرائیل صبح در خونش در میذاره، چرا مخالفت میکنه؟ گفت نمیدونم. گفتم اونو بگو بیاد، اگر جوونی باشه شاید نتونم راضیش کنم، ولی این که پیرزاله. آمد پیرزال، گفتم چی شده؟ گفت نه مولوی این کارو نکن. من از زمان کوچک بودم عروسی کردم، یه دختر داشتم، نذر کردم که انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بده
اگر خدای متعال توفیق بده، خدای متعال توفیق بده، نذر کردم که سر عروسی دخترم 7 مدل رقص هندی برقصم. برگره من گفتم وا ویلا پیرزال تو هم رقص بلدی؟ گفت من روز 7 حلقه فیلم هندی تماشا میکنم، تمرین کردم، اگر باور نمیشه امشب بیا که برات برقصم. ماشاءالله. گفتم نماز چی؟ واقعا هم گریه داره، خنده نداره به خدا. اون پیرزنی که بیمیره، اون پیرزنی که باید برای دیگران درس بشه، به خدا قسم یکی از جوانای مسجد ما رفته از سر پنجره فیلم، جوان نمازگزاری ها، فیلم تهیه کرده آورده پیش من، میگه تو اینو قبول کن، تو جمهوری اسلامی تازه مجازم هست، سر پنجره گذاشتن همه میخرن. گفتم چی؟ گفت سرودهای محلی، بیا تماشا کن. گفتم شوخی میکنی؟ به خدا قسم بیاد شما، من باز این فیلمو به شما بدم اگر باورتون نمیشه. یک پیرزن 70-80 ساله‌ای یک چادر بسیار روسری قرمزم به سرش کرده، یک دورقه میره که جوونا باید بهش بگن ای والله، بعد جلوش پا بزنن. و نهایتاً این که میگرخصه جذب میکنه جوانها رو. یهو میبینی 3-4 تا دختر جوان زیر 18 سال و زیر 20 سال هم با این پیرزال به رقص میشن. بله، وقتی که پیرزن بیاد بی حجاب بشه، وقتی مادر بیاد عروسی عشق خودشو اینطوری بگیره، وقتی مادر سر عروسی لباس نازک بپوشه، وقتی مادر بیاد لباشو ماتیک و خواب بزنه، وقتی مادر بگه من نذر کردم سر عروسی دخترم برقصم، اون مادر نذر کرده خنسا که 4 تا فرزندش در یک معرکه تکه تکه بشه، که روز قیامت وقتی رسول الله میگه شما با چی آمدید، خنسا بگی یا رسول الله من 4 تا جوانو در معرکه یرموک گفتم شیرم به شما حرام باشه اگر امروز از معرکه برگردید. دختر و مادر و پیرزن ما آمده اینطور درس میده به دخترها. اون دخترام شیفتش میشن و شروع میکنن به رقصیدن. تو جمهوری اسلامی سر پنجره فیلمشم فروش میره. عجیب دنیا شد. از کجا بگم؟ من تو جامعه ام، شما هم تو جامعه اید. من میدونم جوانها چی زنگ میزنن و به من چی میگن. به خدا شرم انسان میاد بگه. و اون جوانم حق داره، میخواد خودش تخلیه بکنه، مجبوره به یک مولوی زنگ بزنه. روی انسان نمیشه بگه. موسی میره روش نمیشه پیش خدا بگه. برمیگرده که ناگهان خدا صدا میکنه یا موسی، موسی مگر تو قاصد یکی از بندگانم نبودی؟ خدا میگه چرا؟ ولی روم نمیشه. ماشاءالله نامه ای لخت میکنن و میرقصن. این دیگه خیلی نوع جدیدشه دیگه. تو همین مناطق دخترها، شما شاید بسیار از دوستان خبر داشته باشن، عروسی بوده غیر اسلامی تو این مناطقی، ما و شما زورآباد نمیگم کدوم روستا، اگر کسی خواست بعداً بیاد خصوصی بهش بگم. میاد 2 تا جوان تو عروسی، اونجا دخترها دارن میرقصن، با موبایلشون فیلم برداری میکنن، با موبایل. نهایتا یکی از این دخترها رو گلچین میکنن، بعد از اینکه عروسی تموم شد مش دستشون میگیرن میدزدنش، دختر مسلمان رو. بعد نهایتا فیلمشو تو افغانستان شو میشه، به اصطلاح جوانها CD شو. و تو جامعه دختره وقتی خبر میشه چیکار میخواد بکنه؟ بسیاری خودکشی کردن به خدا. های خواهرم، ای مادرم، کردی ز غم خاکسترم، با این لباس نازکت خاک 2 عالم بر سرت. زندگی رو تباه کردی. مواظب باش، گرده ها زیادن. امروز این موبایل ها واویلاست، بزرگترین اهرم ابزاری شیطان است. یکی از کارشناسان آمریکا صحبت میکرد تو تلویزیون، میگفت 2 اسلحه خیلی مخربه. اول بمب‌های شیمیایی و اتمی و موشک‌های کروز و بمب‌های B-52 و دومیش موبایل. نیست مگر؟ اگر یک کم دیگه این موبایل‌های تو جیب این جوونها به صدا در بیاد، مولوی رو پشت منبر میرقصونه و مقتدیارم پشت سرش. اون چه که فساده. زمان قدیم بود که مرده میرفت از اینجا بلوار سجاد بره دخترهای اینجوری وانجوری ریلکس بیلکس ها رو یلری تلری رو تماشا بکنه. الان نه دیگه، الان تو موبایلش همه چیز
هست. اون قدیم بود میخواست بره سی دی ها رو نگاه بکنه، الان تو موبایل سی دی هم هست، نوارهای خواننده هم هست و در کنارش 2 تا سخنرانی امام آورده گذاشته، 2 تا زنگ بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله هم گذاشته. و جالب اینجاست خطر دیگه که میگن ایران سل به زودی عکس ها رو میشه SMS کرد، فیلم ها SMS میشن. یعنی چی؟ یعنی الان باید بلوتوث بشه دیگه، نه؟ یا مادون قرمز. آینده اون دختر تهرانی میتونه از اونجا راحت فیلم مبتذل و شوی هندی رو برات از تهران به اینجا SMS کنه تو اینجا تو موبایلت. و اون واویلاست. بارک الله عرب ها، آفرین. عرب ها یک جا خودشون نشون دادن، تمام موبایل های فیلم برداری و بلوتوث دار و دوربین دار رو تو کشور عربستان همون اول ممنوع کردن. دست درد نکنه. و کاش جمهوری اسلامی هم این کارو میکرد، در می آورد. جوون این ابزار خدایی است، استفاده شیطانی نکن. این میکروفون یک ابزاره، اگر استفاده شیطانی هم میشه. همین الان تو بعضی روستای همجوار ما میگن ساز ابلیس داره میزنه، جوونا بعضی از پیرمردا اونجا فرار کردن اومدن تو مجلس ما حضور دارن، علماشون فرار کردن اومدن دیگه. یلری تلری ها هست اونجا، شرابخوارا هست. این قصه موسی مثل که به سر نمیرسه، بالاخره چیکار یکی نمیرم هر جا میرم 5 تا قول از جوانان میخوام بگیرم. امشب از جوانای ممیزابی هم میخوام این قولو بگیرم انشالله. جوونا آماده بشن، هر کس دوست داره واقعا. اگر کسی میخواد قول نده آزاده، میتونه قول نده، ولی اون کسانی که واقعا مردانه، اگرچه که الان قول مردانه ای نمونده، اونقدر زنجیل شدیم و به اصطلاح از زنها داریم تقلید میکنیم، زنها شدن امام، ما شدیم مقتدی، که دیگه قول امام ارزشی نداره. ولی دوست دارم قول مردانه بدید. اولین قولی که میخوام بگیرم از جوانها اینه که امشب هر کس که خودش میخواد داماد بشه، یا هر کس میخواد فرزندی، برادری، عموزاده‌ای، خواهرزاده‌ای، برادرزاده‌ای داره و میخواد دامادش بکنه، یا دختری خواهرزاده‌ای داره، دختر خانومی میخواد عروس بکنه و میخواد انشالله آینده عروسی اسلامی بگیره که خدا رو راضی بکنه، دستا رو برن بالا ببین چند نفر انشالله. بعضی دستاش اینجوریه بی انصافا بالا ببریم، فرشته ها بالا می‌نویسه. خیلی خوب، یکی بیایم پایین. دومی، او کسانی که قول میدن از این به بعد به هیچ عنوان انشالله نماز فرض رو در هیچ شرایطی ترک نکنن، دستا رو برن بالا. آی زمان دوربین رو ما نبر، ببر رو اینا. سومی قول، این قول دادی نه؟ قول سوم، دوستایی که انشالله قول میدن از این به بعد دور رفیقای ناباب خط بکشن و با علما و مساجد ارتباط بکنن، دستا رو برن بالا. ای بی انصاف، همه شما دوست ناباب داشتید ها؟ قول بداریم. بله 3 قول گرفتم نه؟ 4می قول، اونهایی که قول میدن در اولین فرصت قبل از گذشت 2 ماه حداقل 3 روز در جماعت تبلیغ شرکت کنن و تشکیل بشن، دستا رو برن بالا. قول دادی ها. حالا من اول 3 روز جماعتی ها بابا به 3 روز قانع نمیشه، مثل این که بذارین حداقل 3 روز برم. من یک زمان یک جماعتی میخواستم برم، الان که متاسفانه منو نمیذارن. اون زمانی که داشتم میرفتم، بعد یک جماعتی 3 روزه به جوونا قول دادم، گفتم به خدا به شما قول میدم که این 3 روز اینقدر بهتون خوش بگذره که تو عمرتون بهتون خوش نگذره. این قول بهتون میدم. چه سینما، چه پارک، هر جا رفتید. تشکیل شدیم 70 نفر یک جماعت، 70 نفر. بعد از اینکه برگشتیم باور کنیم جوونا هنوزم هست، برید بپرسید. میگه اینقدر خوشمون گذشت که این 4 تا قول گرفتم نه؟ 4 تا قول. 5مین قولی که میخوام بگیرم اینه که انشالله جوونایی که قول میدن جلوی سیل بی‌حجابی رو، حالا اگه خواهرام بود من از خواهرها قول میگرفتم، خواهر، مادر، دختر، هر کسی دارن، اگر چادرش نازکه چادر کلاه سرش کنن، اگر روسریش داره میره عقب دنده جلو بیان، نه عقب نبرنش. قول میدن جلوی بی‌حجابی رو محکم وایستن و بگیرن، دستا برن بالا انشالله. ماشاءالله. 2 تا دیگه هم از جوانای خصوصی میگیرم، جوانهایی که تو موبایلاشون هر چه آهنگ کثیف هست و هر چه عکس مبتذل و فیلم مبتذل هست، قول میدن واقعا مردانه. من چند تا آهنگ اسلامی خیلی خوبم دارم بهتون میدم. قول میدن واقعا مردانه اینا رو پاک کنن، دستا رو بلند کنن. دستا رو بالا اشکال نداره، بقیه هم که موبایل ندارن دستا رو بلند بالا. اون جوونا احساس چیز نکنن. ماشاءالله. ولی قول دادیم.
بقیه هم دستا رو ما نمیگیم همه تون دارید. منم دستام بلند کردم ولی تو موبایل من چیزی نیست خدا شاهده. ولی بعد از جوونا که موبایلش پیشون گذاشته موبایلش میخوام برداریم، نه 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 جلو مولوی دست نزن. فلان برگرد چیه موبایل؟ میگن نه چیزای خطرناکی داره. تو که نماز میخونی بابا گفتن راه رو بزن، چهار رو بزن، راه خدا رو از دست نده. چطور با ملاها مولویم، با شیخا شیخیم، با روزخونا روزخونیم، با ریلکس ها ریلکسیم، با هایده و شکیلام هایده و شکیلایی کار نداریم. و قول دومی اونهایی که قول مردانه میدن از امشب به بعد سیگار رو له کنن و از دود هر طور دودی دارن بذارن کنار، دستا رو برو چند نفر انشالله همه دستا رو برن که بقیه احساس شرمندگی نکنه انشالله که موفق. این خیلی سخته نه؟ انشالله که موفق و مؤید باشید، پیروز و سربلند باشید. حالا و آخرین بحث اینه که حالا شما اینجا عمومی قول دادید اونایی که واقعا عروسی دارن در آینده و میخوان انشالله عروسیشون اسلامی بگیرن، چه خودشون چه قوم خویش دارن، واقعا اونا اینجا تا حالا عمومی، اینجا خصوصی کیان انشالله بلند بشن، دستا رو بلند کنن ببینم چند نفره. یک نفر ماشاءالله، دو نفر، سه، چهار، پنج، ماشاءالله. بالا بالا نترسین، خدا جزای خیر بده ماشاءالله. بقیه شما نمیخواین، کسی ندارین تو قوم خویشاتون داماد، خودتون داماد نشید بابا، از برای رضای خدا زنا رو با ما البته اجمالی است که میگه شما داماد بشید بگردن اجمالی بده. ان شاء الله اونهایی که خودشون یا برادرشون یا هر کس که تحت سرپرستی اوناست میخوان دامادشون بکنن در آینده تو روستای ممیزاب یا روستای مجاور و میخوان عروسی اسلامی بگیرن، دستا رو دو مرتبه برن بالا، میشن نفر آقای زمانی فیلم بگردن رو اینا. بسیار خوب، انشالله که موفق و مؤید باشین. بله ما اینجا در جمع بخشش باشه این مدرد کوی آیا کوی میخواست بچه ها بگیم و حالا دقیق تاریخ معرفه مشخص میکنم با یک بخشش دیگه دیگه قرار نشد، قرار شد من قول بگیرم، قرار شد فقط من قول بگیرم، قرار نشد شما قول بگیرید. من واقعا معذرت میخوام از اینکه نمیتونم قول بدم، چون که من تا 2 ماه آینده هیچ شبی خالی ندارم متاسفانه. قول دادم، یعنی باور کنید جوان‌ها واویلاست، به خدا این مولوی نعمتی مولوی یوسفی میدونن که موبایلمو جرئت نمیکنم روشن بکنم، وگرنه هم روشن بکنم اولش عروسیه در گنبد کاووس، ترکمن بندر ترکمن ان شاء الله، ترکمن صحرا، از قسمت مازندران، تالش، استان گیلان، اینا استانای اردکان یزد 7 تا عروسی ماه آینده است ان شاء الله. اردکان یزد 7 عروسی و وقت من پره، ولی خب جناب مجموعه صاحب فرمودن که اگر ما نرسیم مطمئن باشید نماینده ها و بقیه علما رو ان شاء الله میفرستیم. حالا ما ان شاء الله بهتون شما گفتین که بهانه اول میرندید تو گفتم البته نه واقعا الان نمیرسم، بس بهانه نیست، بس این اونایی که با من ارتباط دارن میدونن واقعا نمیرسم و عروسی‌های اسلامی جوونا همه جا بیدار شدن. باور کنید همین بنده خدایی که از سنگان خواب به خدا 5 ماهه که عروسیش عقب انداخته، 5 ماه فقط به خاطر اینکه من وقت نکردم نرم. ان شاء الله هفته آینده اونجا خواهیم بود اگر خدا توفیق بده. موفق و مؤید باشید، خدای متعال حفظتون بکنه. معذرت میخوام از همه علما وقت شما رو زیاد